این اتفاق چند هفته پس از شروع تابستان برای من افتاد. من تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم و این اولین و احتمالاً آخرین تابستان من بدون هیچ مسئولیت شغلی یا تحصیلی واقعی بود. همه می‌دانند که اوایل تابستان بهترین زمان سال است. بنابراین می‌توان گفت که در آن مقطع بهترین زندگیم را می‌گذروندم. برادر بزرگترم، بهنام، تازه از دانشگاه در شیراز فارغ التحصیل شده بود و ما 2 نفر در حال رانندگی در سراسر کشور به سمت خانه در تهران بودیم. از آنجایی که او به مدت 4 سال در آنجا زندگی می‌کرد، یک آپارتمان کامل را پر از وسایل کرده بود. مبلمان، وسایل الکترونیکی، کتاب‌ها، همه چیز. و هیچ راهی وجود نداشت که بتواند با همه آنها پرواز کند. اما این دلیل اصلی انجام این کار نبود. خب، یک سفر راهدهی در سراسر کشور، من برای آن هر روز از هفته آماده بودم. من آن را یک تعطیلات تابستانی می‌دانستم. حتی بهتر، ما می‌توانستیم مسیر مستقیم را طریق اصفهان و قم طی کنیم. اما بهنام می‌خواست بخش‌های بیشتری از کشوری را که در مورد آن درس خوانده بود ببیند و من هم هرگز به مکان‌هایی مانند تخت جمشید یا کویر لوط نرفته بودم. بنابراین تصمیم گرفتیم مسیر دیدنی را در امتداد جنوب طی کنیم. بهنام اصرار داشت که به جای ارسال همه چیز یا فروختن آن و شروع دوباره در خانه، یک وانت پیکان اجاره کنه. صادقانه بگویم، فکر می‌کنم او همچنین سعی می‌داشت هر جا که می‌توانست پول پس‌انداز کند، مانند یک فارغ التحصیل دانشگاهی معمولی. وانت خیلی بزرگ نبود، اما به اندازه کافی بزرگ بود که احساس می‌کردم ما داریم یک کامیون کوچک اسباب کشی را در سراسر کشور می‌رانیم. قبل از اینکه ما حرکت کنیم، والدین ما و تقریباً تمام انجمن‌های مسافرتی که به آنها نگاه می‌کردیم یک هشدار یکسان داشتند. در کویر مرکزی ایران مراقب باشید. این طور نبود که کل منطقه خطرناک باشد، اما داستان‌هایی در مورد کلاهبرداری‌هایی که مسافران را هدف می‌دادند، همراه با جرم و جنایت در برخی از روستاهای دورافتاده و به طور کلی موقعیت‌های مشکوکی در مناطق بیابانی دورافتاده وجود داشت. پدرم به طور خاص به ما گفت که در آنجا توقف نکنیم مگر اینکه کاملاً مجبور باشیم و اگر این کار را کردیم به پمپ بنزین‌های بزرگ بچسبیم و هر چه زودتر به جاده اصلی برگردیم. بهنام و من توافق کردیم که فقط مستقیما از کویر عبور کنیم بدون اینکه توقفی کنیم. در یزد بنزین می‌زدیم، تا جای ممکن سریع رانندگی می‌کردیم و دوباره وقتی به کاشان رسیدیم توقف می‌کردیم. به نظر یک برنامه معقول بود. بخش اول سفر شگفت‌انگیز بود. تخت جمشید باور نکردنی بود و کویر لوط هر چیزی بود که امیدوار بودم باشد. رانندگی از طریق استان کرمان در واقع به روشی زیبایی بود که انتظارش را نداشتم. اما در جایی در بخش دورافتاده کویر برنامه ما از هم پاشید. مصرف سوخت وانت بدتر از آنچه بود که بهنام پیش بینی می‌کرد و درجه سریعتر از آنچه که ما محاسبه کرده بودیم پایین می‌آمد. در نگاه به گذشته احتمالاً کمی ساده لوحانه بود که فرض کنیم می‌توانیم بدون توقف از کل منطقه عبور کنیم. ما شروع به جستجو برای پمپ بنزین بعدی در امتداد جاده اصلی کردیم، اما طبق نقشه‌ها ما هنوز حدود 40 کیلومتر فاصله داشت. درجه از 1/4 باک کمتر بود و بهنام نگران بود که آیا ما به آنجا خواهیم رسید یا نه. او کنار زد تا نقشه را بررسی کند و اون موقع بود که فهمیدیم واقعاً انتخابی نداریم. یک روستای کوچکی حدود 10 کیلومتر جلوتر وجود داشت که در نقشه نشان میداد که یک پمپ بنزین دارد. ایدئال نبود، اما بهتر از ریسک کردن تمام شدن بنزین در وسط بیابان بود. روستا بسیار کوچک بود، شاید حداکثر چند صد نفر جمعیت داشت. آن سکون عجیبی را که سایر روستاهای کوچک بیابانی دارند بر خود داشت، انگار همه داخل خانه پنهان شدند تا از گرما فرار کنند. حتی با اینکه آن روز هوا به خصوص گرم نبود. چند ساختمان خراب، یک خیابان اصلی کوچک و چیز دیگری وجود نداشت. ما هیچ مسافر یا ماشینی دیگری را که از آنجا عبور کند ندیدیم که عجیب به نظر می رسید. چون ما هنوز نسبتاً به یک جاده اصلی نزدیک بودیم. پمپ بنزین یکی از آن مکانهای عمومی بود با چند پمپ و یک مغازه کوچک متصل به آن. همانطور که بهنام در حال پر کردن باک بود، من متوجه شدم که از چند محلی که در اطراف بودند نگاه‌های عجیبی به ما می شود.
هیچ چیز تهاجمی نبود، فقط خیره‌های طولانی که باعث ناراحتی من میشد. این مرد به یک سیگار کشیدن به مغازه چسبیده بود که من مدام نگاهم به او میافتاد و مجبور بودم به صورت فیزیکی خودم را مجبور کنم که به او نگاه نکنم. به خودم گفتم احتمالاً فقط برای اینه که ما واضحاً اهل اونجا نیستیم و یک وانت با پلاک شیراز میرانیم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. پس از اینکه بهنام سوختگیری را تمام کرد، من سعی کردم ما را به سمت جاده اصلی هدایت کنم. این باید بخش ساده قضیه بود. ما می توانستیم به معنای واقعی جاده اصلی را از تقاطعات خاصی در روستا ببینیم، اما هر جاده‌ای که می رفتیم به نظر می رسید ما را بیشتر از آنجا دور می کند. این عجیب ترین چیز بود. ما در مسیری می رفتیم که می دانستیم جاده اصلی است، اما جاده پیچ می خورد یا به بنبست می رسید یا فقط ما را در مسیر کاملا اشتباه می برد. انگار تمام روستا به معنای واقعی برای ایجاد مزاحمت برای ما طراحی شده بود، هرچند که این موضوع مضحک نسک چهارم به نظر می رسید و بعد از اینکه بپرسید چرا ما از نقشه استفاده نمی کردیم، خب ما داشتیم یا حداقل سعی می کردیم، اما کمکی نمی کرد. واضح بود که نقشه‌های آنلاین آن مکان را برای سالها بروز نکرده بودند، چون ما را به جاده‌هایی هدایت می‌کردند که دیگه وجود نداشتند یا کاملاً غیر قابل دسترس بودند و علاوه بر همه اینها سیگنال عملاً در آنجا وجود نداشت. بنابراین دوره‌هایی از اتصال کوتاه به دنبال هیچ چیز برای دقایق طولانی داشتیم. ما چندین بار در همان چند کوچه رانندگی کردیم و من به طور فزایندگی داشتم اضطراب می‌گرفتم. یک بخش کوچکی از من نمی‌توانست کمکی نکند و فکر کند که اتفاق واقعاً وحشتناکی در شور وقوع است. و پس از آن انگار به صورت هماهنگ یک وانت نیسان آبی کنار ما توقف کرد. احساس کردم که قلبم شروع به تند زدن کرد و به بهنام نگاه کردم که از آنچه که می‌توانستم بفهمم از قبل آماده بود تا در صورت لازم با سرعت دور شود. پنجره وانت پایین اومد و مرد از من پرسید که آیا ماشین ما خراب شده یا گم شده ایم. بهنام برای چند ثانیه به خوبی به مرد خیره شد و بعداً پاسخ داد. واضحاً سعی می‌کرد بفهمد که آیا ما در خطر هستیم یا نه. من در صندلی شاگرد نشسته بودم و سعی می‌کردم تنفسم رو کنترل کنم. اینقدر وحشت زده بودم. اگر تنها بودم نمیدونستم چه کار می‌کردم. پس از چند لحظه پرتنش بهنام فقط گفت که ما به سمت جاده اصلی می‌رویم. او همچنین مسیری را که ما برای رسیدن به آن قصد داشتیم طی کنیم توصیف کرد که متوجه شدم آن آدرسی بود که کارمند پمپ بنزین به ما داده بود. من دید خوبی از مرد از جایی که نشسته بودم نداشتم، اما بر اساس لحن صدایش به نظر می رسید که پس از اینکه صحبت برادرم را شنید واقعاً جدی شده بود. او از ما پرسید که آیا ما دیوانه ایم و گفت که ما قطعاً نباید آن آدرس ها را دنبال کنیم. او ادامه داد که مسیری که برادرم توصیف کرده بود ما را به سمت یک منطقه واقعاً متروکی می برد که مشکوک به یک نقطه داغ قاچاق مواد مخدر است. در عوض او آدرس‌های جایگزینی به ما داد، سپس گفت که این معجزه است که تا کنون از ما دزدی نشده، با توجه به اینکه چقدر نادان بودیم و چقدر بد با رانندگی یک وانت غریبه به چشم می آمدیم. سپس قبل از اینکه حتی بتوانیم از او تشکر کنیم، با سرعت دور شد. نه من و نه بهنام بعد از آن هیچ چیزی نگفتیم. بهنام فقط شروع به رانندگی کرد و آدرس‌های مرد را دنبال می کرد. و سرانجام حدود 1 کیلومتر خارج از روستا این جاده خاکی بود که اگر دنبالش نگشتید به راحتی از دست می رفت. این غیر منطقی ترین و پیچیده ترین ورودی جاده اصلی بود که تا کنون دیده بودم. اما پس از دنبال کردن جاده برای مدت خوبی در واقع ما را به جاده اصلی برگرداند و قضیه همین بود. بهنام و من کمی در مورد کل ماجرا صحبت کردیم، اما فکر نمی کنم هیچ کدام از ما می خواستیم زیاد به آن بپردازیم. ما اکنون به وضوح به آن می‌خندیم و کل خانواده ما داستان را می‌دانند و گاهی اوقات از ما می‌خواهند آن را تعریف کنیم. اما در آن زمان آن ناراحت ترین چیزی بود که تاکنون برای ما اتفاق افتاده بود. من هرگز آن فس ناقابل توصیف بودن در آنجا را فراموش نمی‌کنم. مثل ترکیبی از وحشت و انتظار و اضطرابی بود که همان شده بودند.
برادرم آن را به عنوان یک نوع برزخ بی‌نفس توصیف می‌کند که انگار کاملاً خفه نمی‌شوید، اما می‌توانید احساس کنید که داره می‌آید. من هرگز نمی‌خواهم دوباره آن را تجربه کنم.